خیلی فکر میکنم برای ورزش کردن حتما باید برن باشگاه یا حتما تجهیزات خاصی باید داشته باشن که بتونن بدنشون رو بسازن. اما تو میتونی هر جایی که هستی با تمرینات ساده با وزن بدن بدون تجهیزات بدنتو بسازی. این یعنی کالیستنیکس. کالیستنیکس یعنی تمرین با وزن بدن. تمرینات ساده مثل شنا، بارفیکس، اسکوات و تمرینات دیگه که با وزن بدن میتونی انجام بدی شاید توی نگاه اول ساده به نظر برسن، ولی اگه درست و اصولی تمرین بشن میتونه یکی از موثرترین روش‌ها برای ساخت بدن و بالا بردن عملکرد ورزشی باشه. حالا فهمیدیم کالیستنیکس چیه؟ حالا بیایم ببینیم چه مزایایی نسبت به بقیه ورزش‌ها داره و ما چرا باید اصلا کالیستنیکس رو انتخاب کنیم که بخوایم تمرین کنیم. اولین مزیت کالیستنیکس اینه که شما میتونی هر جایی که هستی تمرینات کالیستنیکس رو پیش ببری. توی باشگاه باشی، توی پارک باشی، توی خونه باشی، توی اتاقت باشی یا حتی توی مسافرت باشی میتونی کالیستنیکس رو انجام بدی. این یکی از بهترین مزیت‌های کالیستنیکس که محدودیت مکانی نداری. مزیت دیگه کالیستنیکس چیه؟ اینه که به تو قدرت کاربردی میده. یعنی نه تنها میتونی باش بدنتو بسازی، میتونی انعطاف، چابکی، سرعت و استقامت بدن و عضلاتتو بالا ببری و کمتر ورزشی است که تمام این فاکتورایی که بهت گفتم و یه جا بهت بده. حالا شما میای میگی من تمام این فاکتورایی که گفتی رو توی ورزش‌های دیگه پیدا کردم و بهم میده. مزیت بعدی کالیستنیکس که کالیستنیکس رو از بقیه ورزش‌های دیگه متمایز میکنه اینه. شما نیاز به تجهیزات خاص و گرون نداری. میتونی با هر تجهیزاتی که توی خونه داری یا توی پارک‌ها پیدا میشه میتونی انجامش بدی. و حتی اگه هیچی هم نداشتی فقط با یه دونه میله بارفیکس میتونی کاراتو راه بندازی و تمرینات کالیستنیکس رو شروع کنید. یکی دیگه از مزیت‌های کالیستنیکس اینه که برای شما بدن خشک و محدود نمیسازه. شما بدنی چابک، سریع و با استقامت بالا داری که اینو کالیستنیکس به شما میده. اینم اضافه کنم که کالیستنیکس علاوه بر اینکه به شما بدن خوش فرم میده، قدرت درونی هم بهتون اضافه میکنه. یکی دیگه از ویژگی‌های کالیستنیکس اینه که شما تو هر سن و جنسیتی که داری و با هر سطحی از توانایی میتونی کالیستنیکس رو انجام بدی. یعنی از تمرینات مبتدی تا تمرینات حرفه‌ای کالیستنیکس برای شما تمرینات متنوع داره. یکی از مهمترین ویژگی‌های تمرین با وزن بدن اینه که شما میتونید به یه سری از عضلاتی که با هیچ ورزش دیگه‌ای نمیتونید فشار بیارید، فشار خوب وارد کنید و رشدشون بدید. که در ادامه یه ویدیو درباره این موضوع میسازم که عضلاتی که تو ورزش‌های دیگه نمیتونیم رشد بدیم و چجوری با تمرین وزن بدن و با تمرینات کالیستنیکس بتونیم فشار بیاریم و رشد بدیم. اصلا خود کلمه کالیستنیکس یعنی قدرت و زیبایی که این دوتا در کنار هم دیگه هم یه بدن پرقدرت بهت میده، هم یه بدن زیبا و خوش‌فرم که در کنار اینا میتونی یه بدن کاربردی هم داشته باشی که هم تعادل داشته باشه، هم چابکی داشته باشه، هم استقامت عضلانی داشته باشه، هم در طول روز به دردت بخوره و مهمتر از همه شما در هر شرایطی بتونی تمرینش کنی و محدود به زمان و مکان و تجهیزات نباشی. به نظر من بزرگترین چیزی که کالیستنیکس بهت میده نه قدرته، نه بدن خوش‌فرمه، اعتماد به نفسه. اعتماد به نفسی که تو با انجام تمرینات کالیستنیکس میتونی بارفیکس بیشتری بری، میتونی حرکات حرفه‌ای‌تری بزنی، میتونی روی دستات وایسی و هندستان بزنی و حرکات حرفه‌ای‌تری که در ادامه باشون بیشتر آشنا میشی. همه اینا رو کالیستنیکس بهت میده. پس اگه دنبال یه ورزش موثر و جذابی که تمام این ویژگی‌هایی که گفتم رو بهت بده، کالیستنیکس دقیقاً برای توئه. از همین امروز میتونی با تمرینات ساده کالیستنیکس شروع کنی. با این لینکی که تو دیسکریپشن گذاشتم، لینک ویدیو قبلی خودمه و میتونی تمرینات رو با من شروع کنی. این تازه اول راهته و میتونیم با هم از مبتدی تا حرفه‌ای با هم پیش بریم و تمرینات کالیستنیکس رو با هم شروع کنیم. اگه از این ویدیو خوشت اومد، حتما ویدیو رو لایک کن، کانالمو سابسکرایب کن و اون زنگوله رو بزن تا ویدیوهای بعدی جا نمونی. توی کامنت‌ها برام بنویس که هدفت از ورزش کردن و شروع تمرینات کالیستنیکس با وزن بدن چیه و دوست داری محتوای بعدی چی باشه که مخصوص تو درستش کنم.